بار دیگر تشکر زیاد برای مهمون نوازیتان. دوستای عزیز، با سبب واجب جان صابری ما با شما آشنا شدیم. صاحب میگوید که اگر به هر دو جهان من نفس گیرم به دوست، مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس نبود. استاد لایق عزیز زنده گفتن که مرا گویند اختر گیر از بام فلک به دوست، بگیرد گر تمامی خلق عالم من نمیگیرم. قربان شما. سخن با واجب صابری. دوست عزیز ما مرحمت. یک سرود بهترین. تشکر از شما می‌داریم. طریقا میروم روزه شعر عبیدالله کزدانی. عالمی فانی طریقا میروم روزه من از این عالمی فانی، سواری اسب چوبین با رهی تقدیر پیشانی. همه یاران و فرزندان، همه خویشان و پیوندان، درون قبر مانندم با یک حالی پریشانی. درون قبر مانندم با یک حالی پریشانی. دوری قبری من بیشست مردم ساکت و آرام، برو هم نور می بخشند آیات رحمانی. همه آیسته آیسته برون آیند ز قبرستان، همین جا می شود معلوم رفیق و دشمن جانی. همه آهسته آهسته برون آیند ز قبرستان، همین جا می شود معلوم رفیق و دشمن جانی. پس از مرگش پشیمان میشوم از راهی نادانی، با فکر هم دیگر باشم که دانم قدر عمر خود، تمنا میکند از دل عبیدالله کزدانی. با فکر هم دیگر باشم که دانم قدر عمر خود، تمنا میکند از دل عبیدالله کزدانی. دریغا میروم روزه من از این عالمی فانی، سواری اسب چوبین با رهی تقدیر پیشانی. همه یاران و فرزندان، همه خویشان و پیوندان، درون قبر مانندم
با یک حالی پریشانی همان نامه کند از دل عبیدالله کزدانی رحمت آواز تو را تب دل ما بادا، آواز تو در دیده و دلها بادا، آواز تو در خسته شود خسته شویم، آواز تو آوازه دنیا بادا. امشب روی ارواح برادر بزرگ من عبیدالله کزدانی شاد شد که در 5 رود در زادگاه رودکی بزرگ واجب جان عزیز این سرود سراییدن و اهل نشست شاد گرداندند. خداوند شما 1000 ساله کنند مثل رودکی باشید برادر عزیز. تشکر.